خب سلام دوستان، همونطور که میدونید اولین ویدیو منه این ویدیو و امیدوارم ویدیو خیلی خوبی داشته باشیم و مارگه مدریم زور با این که حال ندارم ولی خب Oh man, I should have finished those fried chicken wings. خوشی هستم. آجی شما با کدوم گانه تو مثلا بیشتر میتونید خوبت بزنید؟ دیدی تو I trained myself for this با این یا با این تو کامنت ها بگید. Resources here. هر کی گفت بیا با این بریم چیز MP 500 چیه؟ حالا نمیتونم بردارم میذارم بیا منو بگید نمیتونم بزنم. هر کی تونست حالا بگی من حیفه میتونم با اون بازی کنم آیدی بده بریم با هم کاستم بزنیم همون هم ویدیو بگیریم ها ادعا نمیکنم ولی خب بریم حال میده دیگه. کسی میتاشی Thousand years later, 6.5 hours. nice. Help me! Help me! Help me! بزن خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. Follow me. آجی پشت سر من بیا جون مادرت پشت سر من بیا آجی جون مادر پشت سر من بیا گامانم نمیشه آخه انتخاب که شانسون ما رو باخت آجی نگاه کن بیا بیا نگاه کن ببین پشت سر من بیاد دیگه پشت سر من بیاد بریم از کاور بدید بزنیم کاور بدید بزنیم حاجی برو من نوبستک برو من دارم میزنم برو چه خریه این برو کم شو دلغک خیز او یابونه رو واه بیا بریم نوبستک رو نگاه تا من نرم وایساده کمپ اسکل حاجی خورد این یکی هم خورد ولی کیل خوری کرده دور حاجی زدم خوبم زدم دلغک ولی زد منو حاجی برم من به این یارو آخر منو زد یه هد بزنم چرا هیچ کار نمیکنه من میرم جلو تیر میزنم یارو به من تیر میزنه بعد این احمقا پشت وایسادن خب اسکل برو پشت بزنش دیگه من به یه هد میزنم حالا میگی نه نگاه هدو نگاه هدو زدم بعد ببینم چه غلطی میکنی اوزگر الان اون 3/4 جونش رفته برو بزن نکن وایسته داره جون میگیره جون دهنه تو سرویس دیر رفتی دیگه یارو جون نداشت با هم میرفت داشت باره عجب خدا بس دیگه. خب برگردیم که زیاد ریدیم باید جبران کنید این انیمالیاتون رو باید جبران کنید با این وضع بازیتون یارو زدن نصف جونش رفته واسه داره هیل میگیره حاجی شما هم اینطورید نمیدونم گان میگیرید همش میپرید این برابر تیر میزنید یخ میذارید من یخ نگرفتم مثلا بالا یخ نمیذاشتم اگه شما اینطورید کامنت ها حتما بگید اینم از یار نوبمه مثلا خود نارنجک بندازه دمت گرم کارت خوشمندانه بود تاثیرتو گذاشت مثلا تاثیرتو گذاشتی یا آره شب بی حالم مثلا رفتم رنکافی یه چیز بازی میکنه 10 ثانیه اول همه رو میزنه هرکی همه کار میکنه عجیب شد آجی
حاجی آروم بازی کن. حاجی ما برم بیرون. آخه برم بیرون هم میزنن. دیدی که یارو کمپره. بری بیرون 10 دقیقه اول میگیره رو تفنگو تو نمیری بله میگه. حاجی دهنه تو الان زدی که چی؟ الان زدی که چی؟ حوصله ندارم من وگرنه دهنتو سرویس میکنم. آره الان مثلا که چی اینطوری بازی میکنه دست به دست تو برینی تو رنگا به من بابا ریدید دیگه. این بازیتون به درد به سگ نمیخوره. چی دهنتون سرویس. اوف. حاجی این زمین ها چه بار شده جدید شده. حاجی اینا چه بارن عکس پروفایلشون دقیقا شبیه همه ولی تو گیل هم نیستن انگار با هم اومدن. عجیبه. اینجا وایسیم یه هد بگیریم تو شاتگان یا میتونم ات بزنم ولی خب دوشه دیگه سخت میشه کار. با وایس مثلا بری یه دفعه اپوش بزنی نگیره بعد عوض کنی دیگه تیر تو عوض کنی میزنه. اوه حاجی دهن تو سرویس همش اینجا دهن تو حاجی آهنگی اینجا بکنم من بزنش دهن تو سرویس. حاجی این ذره چی زده اصلا میرم سمتش خیشو با خالی میکنش نمیره. وای دهن همه تونو سرویس ریدی تو این رنگابم دهن همه تونو. جالب اینجاست خودم اصلا دوم شدم خودم ریدم بعد میام سر نداد میزنم. حاجی یه رنگتمون نشه. حاجی راستی این سنسی که چیندم برای خود مثلا گوشیه مثلا الان برای گوشیم یه دونه سنس زدم و اصلا برای خود این گوشیه دیگه